در 23 آپریل 1991 جرالد رتنر، مدیرعامل شرکت جواهرات رتنر، برای سخنرانی در کنفرانس هیئت مدیران لندن بر روی تریبون رفت. رتنر آماده سخنرانی بود، اما به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که سخنرانی که آماده کرده قرار تاریخ ساز باشه. فقط با چند جمله رتنر موفق شد کمپانیش رو نابود کنه، آبروش رو ببره، سهام شرکتش رو بیارزش کنه و امپراتوری مولتی میلیاردی خودش رو با خاک یکسان کنه. جرالد رتنر در 15 سالگی وارد بازار طلا و جواهرات شد و این دقیقاً همون سالی بود که از مدرسه به خاطر احمق بودنش اخراج شده بود. اما رتنر هر چیز بود جز احمق. رتنر پیش پدرش که تو بیزنس طلا و جواهرات بود مشغول به کار شد و سالهای اولش رو صرف یادگیری و برنامه‌ریزی کرد. وقتی تو سال 1984 بالاخره بیزنس پدرش رو به ارث برد، فرصت رو از دست نداد و پلن‌های خودش رو به اجرا درآورد. استراتژی رتنر ساده بود: جلب توجه مردم با جواهراتی ارزون با ظاهری گرون و هول کردن خریداران با اعمال تاکتیک‌های فروش ویژه و محدود. یک فروشگاه معمولی رتنر همیشه یک بنر عظیم تخفیف محدود و فرصت‌های تکرار نشدنی جلو درش داشت که خب البته هر هفته تکرار می‌شد و تاکتیک‌های فروششون حتی از محصولاتشون هم چیپ‌تر بود. رتنر بازی رو بلد بود و میدونست که هر کی بلندتر داد بزنه و ویترین توجه برانگیزتری داشته باشه برنده بازی، و با همین ذهنیت فروشگاه‌های لوکس جواهر فروشی پدرش رو به فروشگاه‌های بی‌شرمانه یکی بخر دوتا ببر با تخفیف‌های 60-70% تبدیل کرد. تو جواهراتی رتنر شما میتونستین یه جفت گوشواره رو با قیمت کمتر از 1 پوند بخرید. این در حالی بود که قیمت متوسط یک جواهر تو فروشگاه‌های دیگه در اون زمان 300 پوند بود. البته که جواهرات 300 پوندی با تولیدات رتنر قابل مقایسه نبودن و البته که جواهرات باید گرون و محدود باشن، چیزی که فقط بخشی از مردم توانایی خریدش رو دارن، نه چیزی که بشه با 10 پوند یک مشت ازش رو برداشت. ولی در نهایت چند نفر میتونن شیشه و الماس رو از هم تشخیص بدن؟ افراد زیادی رتنر رو چیپ خطاب کردن، ولی با تمام چیپ بودنش این رتنر بود که برنده نهایی بود و فقط در چند سال بیزنس رو به زوال پدرش رو به یک امپراتوری تبدیل کرد که تعداد فروشگاهاش فقط در انگلستان و آمریکا بیش از 3000 تا بود و نصف بازار جواهرات انگلستان رو تحت سلطه خودش داشت. و با اینکه بقیه جواهر فروشی ها از رتنر بیزار بودن، خریداران عاشق جواهرات ارزون رتنر بودن و همین برای یک بیزنس موفق کافیه. رتنر برای تاکتیک‌هاش و تحول بیزنس رو به زوال پدرش معروف شده بود. عده‌ای اون رو بیزنسمن کاربلدی می‌دونستند که به نیازهای بازار پاسخ داده و عده‌ای اون رو یک شارلاتان آشغال فروش می‌شناختن. اما هر دیدگاهی که مردم نسبت بهش داشتن به کنار، رتنر از خودش راضی بود و یک عمارت مجلل و حتی جت و هلیکوپتر شخصی هم داشت. برای کسی که تو مدرسه احمق خونده شده بود، همچین هم زندگی بدی نداشت. Good afternoon, Mr. President, Your Royal Highness, ladies and gentlemen, and thank you, Mr. President, for asking me to address such a prestigious audience. Also in Ratner's, we sell gifts as well as jewellery. Things like a teapot for £2. Or we've got this imitation book that you lay on your coffee table. The pages don't actually open, but they're beautiful curled up corners with imitation antique dust. I know you might say it's not in the best possible taste, but we sold 250,000 of them last year. We also do this nice sherry decanter. It's cut glass and it comes complete with 6 glasses on a silver-plated tray that your butler could bring you in and serve you drinks on. And it's really only cost £4.95.
People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. We even sell a pair of earrings for under £1. Gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings, but anyway. رویدادی که رتنر توش سخنرانی کرد رویداد بزرگی بود با مشارکت 6000 نفر از غول‌های بیزنس انگلستان. حضار هم مشتاق شنیدن صحبت‌های شخصی بودن که یک بیزنس رو به زوال رو به یک امپراتوری تبدیل کرد. رتنر هم به این رویداد به عنوان شانسی برای محکم کردن جایگاهش به عنوان یک بیزنس لیدر نگاه می‌کرد. رتنر با دقت خودش رو برای این سخنرانی آماده کرد و حتی یک مربی سخنرانی هم برای خودش استخدام کرد. مربی بهش پیشنهاد داد که یه چند تا جوک هم به سخنرانیش اضافه کنه تا زیادی خوش نباشه. ولی گویا راهنماییش همچین هم جالب از آب در نیامد. People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. رتنر تو سخنرانیش حتی به شوخی گفت که یک ساندویچ دوامش از گوشواره‌های رتنر بیشتره. افراد حاضر در اون رویداد به حرفای رتنر بازخورد مثبتی دادند، اما بازخورد مشتریان به سخنرانیش متفاوت بود. رتنر هوش مردم عادی رو بیشتر از چیزی که هست در نظر گرفته بود و فکر می‌کرد مردم مطلعن که یک گوشواره 1 پوندی طبیعیه که کیفیت چندان بالایی نداشته باشه. اما ذهنیت مردم عادی متفاوت بود و احساس می‌کردن رتنر با توهین کردن به کالاهای خودش بهشون توهین کرده. حتی با اینکه دوام جواهرات رتنر قطعاً از یک ساندویچ خیلی بیشتر بود. خلاصه این که بعد از اون رویداد مردم برای پس دادن کالاهاشون جلوی مغازه‌های رتنر صف بستن و کل روزنامه‌ها پر شد از تیترهای تمسخر و سرزنش رتنر. طی چند هفته بعد از این ماجرا شرکت رتنر بیش از 500 میلیون از ارزشش رو از دست داد و هیچ وقت نتونست از باتلاقی که درونش فرو رفته بیرون بیاد. برای فروکش کردن این هیاهو رتنر خودش رو از مدیر عاملی شرکت برکنار کرد و یکی دیگه رو جایگزین خودش کرد. مدیر عامل جدید هم نمک بر روی زخم پاشید و رتنر رو از کمپانی اخراج کرد. فقط در چند دقیقه رتنر زحمات چندین و چند سالش رو به باد داد. تا چند سال بعد از این ماجرا رتنر افسرده و گوشه‌گیر شده بود. اما زیاد هم براش افسوس نخورید. رتنر به خودش اومد و دوباره وارد عرصه بیزنس شد. این دفعه یک مرکز سلامت رو انداخت و ظرف چند سال دوباره میلیونر شد. و این روزها با اینکه به اندازه دوران اوجش ثروتمند نیست، احتمالاً زندگی راحت‌تری از من و شما داره. چیزی که میتونیم از این ماجرا بفهمیم اینه که فرق نمیکنه تولیدات یا خدماتمون چقدر آشغاله. هرگز بهش اعتراف نکنید. نظر شما چیه؟ به نظرتون رتنر یک احمق بود یا نابغه؟